سلام خدمت سروران گرامی، در خدمتتون هستم با آموزش مووینگ اوریج 50. همینجوری که استاد تو جلسه قبلی فرمودند، مووینگ اوریج 50 مووینگ اوریجی هست که برای نشان دادن جهت بازار در تایم مینور یا دیلی به ما کمک میکنه. Insert Indicator Trend Moving Average و عدد 50 رو انتخاب میکنیم، رنگ دلخواهمون رو میگذاریم و اوکی میکنیم. تایممون باید تایم دیلی باشه. مواقعی که قیمت زیر مووینگ اوریج 50 میگیم بازار نزولیه و مواقعی که قیمت بالای مووینگ اوریج 50 میگیم قیمت صعودیه. توجه داشته باشید تایم دیلی هستش. پس مووینگ اوریج 50 کاربردش به ما نشان دادن روند بازاره که آیا این روند صعودی هست یا نزولی. هر موقع که قیمت بالای مووینگ اوریج 50 باشه توی تایم مینور یا دیلی نشان دهنده بالا رو بودن بازار، صعود بودن بازار، و هر موقع زیر مووینگ اوریج 50 باشه نشانه نزولی بودن بازاره. اگر دقت بکنید متوجه میشید که قیمت برای تغییر جهت دادن از صعودی به نزولی و از نزولی به صعودی معمولاً یه پولبکی به این مووینگ اوریج انجام میده. سعی کنید این رو توی تمریناتون بهش توجه داشته باشید که قیمت معمولا وقتی مووینگ اوریج رو شکسته یه پولبکی بهش انجام داده و بعد تبدیل کرده مووینگ اوریج رو از نزولی به صعودی. مثل اینجا ببینید این پولبک رو انجام داده و تبدیل شده قیمت. پس مووینگ اوریج 50 برای تایم دیلی هر موقع بالای مووینگ اوریج روند صعودی و هر موقع زیر مووینگ اوریج روند قیمت نزولی هستش. موفق باشید.